قهرمان جودایی جمهوری تاجیکستان شاهیده پهلوان. یک قرصک با افتخاری خواهر. حالی قرصک زنیم بعد پشتنیش را تماشا کنیم. شاهنظر پهلوان از همین دهه آفتاب لیقا بین هر دو پهلوان یک تلویزوری کلان که نرخش از 5000 سومانی بالا هست. بین هر دو پهلوانان یک تلویزوری کلان. شاهیده کاری عزیز مرحمت وارد میدان شد. مخلصی داره. آفرین برای مخلصی داره. برادر عزیز در نزد من خواهر دیگر پهلوان خواهر از خوردیش در میدانهای جمهوری گوشتین میگرفتن. قهرمان جمهوری تاجیکستان و قهرمان آسیا اهلیه پهلوان از جماعت دهاتی دهنه. برادر عزیز خب اینجا رو با نزدیک آمده. استودیو هر که اوضاع بعد صورت دو سه چهار یک فرصت من خواهش میکنم از همه پهلوانا حالا برای جالبیت و تنطنه میدان امروزه محبت صمیمانه شما لازم است. خواهش میکنم یک لحظه برای برطرف کردن این منطقه کارمندان محترم حفظ حقوق موظف باشید. زود این نیمه را از کلانکه دورتر برید. فقط پهلوانان را دستور دید که موفقاً چهره‌هایی که شناخته است همه خواهش میکنم از همه شما به همین سمت بیشتر محبت و اعتماد همه اینا و شما به خاطر زیبا و گلگل شکوفی میدان امروز است. یکی از آن نفرانی که امروز ما و شما را با متانت و هنرش و با دلهای میلیون ها نفر مخلصان جای دارد. اهلیت مومن‌آقا زاده جماعت دهاتی دهنه کولاب شهر برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در رشته جودو از جانب کمیته تدارکات 2000 سامانی برای هنرنمایی با همین بانوی قشنگ که تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی میکنند. در عرصه جهانی معرفی میکنند.